سلام و وقتتان بخیر. به استودیوی مرکزی کاکتوس نیوز با من مختار لشکری خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر فوری و مهم از تنش و درگیری میان ایالات متحده آمریکا و ایران. شبکه NBC نیوز دقایق پیش به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، سطح تهدید ضد جاسوسی مرتبط با کشور اسرائیل را به بالاترین درجه یعنی بحرانی افزایش داده است. بر اساس این گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا نگرانند که اسرائیل تلاش‌های خود برای جمع‌آوری اطلاعات از مقام‌های ارشد ترامپ و آگاهی از تصمیمات داخلی واشنگتن درباره جنگ با ایران و مذاکرات پشت پرده را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده باشد. منابع آمریکایی میگویند این ارزیابی جدید پس از تشدید اختلاف‌ها میان حکومت ترامپ و بنیامین نتانیاهو بر سر نحوه برخورد با ایران و ادامه جنگ در لبنان تهیه شده است. در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن این گزارش را کاملا رد کرده و آن را نادرست خوانده است. انتشار این گزارش در شرایطی صورت می‌گیرد که همزمان تنش میان تهران و واشنگتن، اختلاف‌های آمریکا و اسرائیل بر سر ایران و تلاش‌ها برای رسیدن به توافق احتمالی وارد یکی از حساس‌ترین مراحل خود شده است. حالا همان چیزی که جهان سیاست گمان نمی‌کرد در حال اتفاق افتادن هست. پنتاگون امروز عملاً بیان کرده که ما نگران جاسوسان اسرائیل در درون حکومت ایالات متحده آمریکا هستیم که مبادا با درز اطلاعات از درون کاخ سفید و وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا اسرائیل از معلومات جاسوسی سوء استفاده کند. و حالا برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا با احتمالاً با فرمان دونالد ترامپ سطح مراقبت از جاسوسی اسرائیل در درون حکومت ایالات متحده به سطح بحرانی افزایش یافته است. یعنی بالاترین سطح مبارزه با جاسوسان کشورهای دیگر در درون حکومت آمریکا. حالا از لحاظ نگرانی ایالات متحده از جاسوسان اسرائیل در درون حکومتشان مساوی است دقیقاً ایران و یا اسرائیل در برابر حکومت آمریکا. در درون پنتاگون و در درون کاخ سفید هم جمهوری اسلامی ایران در سطح بحرانی در مبارزه با عدم درز معلومات قرار داره و هم حالا اسرائیل را هم ایالات متحده آمریکا در کنار ایران قرار داده که با جاسوسان احتمالی اسرائیل در درون آمریکا مبارزه شود. همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دقایق پیش آمریکا را متهم کرده است که از پرونده هسته‌ای ایران به عنوان ابزاری برای حفظ سلطه خود بر بازارهای جهانی انرژی استفاده می‌کند. لاوروف در گفتگو با شبکه راشا تودی گفته است اتهام‌های چند دهه گذشته علیه جمهوری اسلامی از حمایت از تروریسم گرفته تا تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در نهایت یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند: کنترل مسیرهای انرژی و حفظ برتری اقتصادی امریکا در جهان. وزیر خارجه روسیه با اشاره به سرنوشت معمر قذافی پس از کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای لیبی هشدار داده است که بسیاری از کشورها رفتار غرب را زیر نظر دارند و از تجربه‌های گذشته درس گرفتند. لاوروف همچنین تاکید کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کرده و هیچ مدرک معتبری درباره انحراف این برنامه نیست. اما بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا که در واکنش به پرواز 4 پهپاد ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز سایت‌های راداری و نظارتی ایران در گورک و جزیره قشم را هدف حملات خود قرار داده است. ساعتی بعد سپاه پاسداران از شلیک موشک به سوی پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت خبر داد و مدعی شد ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه علی سالم در کویت هدف حملات ایران قرار گرفتند. هرچند فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید بیشتر موشک‌ها رهگیری شده و به اهداف خود نرسیدند. اما در ادامه تنش‌ها و پس از تبادل حملات میان ایران و آمریکا موجی از واکنش‌های سیاسی و دیپلماتیک در منطقه آغاز شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دقایق پیش با صدور بیانیه‌ای حملات آمریکا به تأسیسات راداری ایران را نقض آتش‌بس و تجاوز به حاکمیت ملی خواند و تأکید کرد که پاسخ ایران در چارچوب حق دفاع مشروع
انجام شده است. تهران همچنین هشدار داد که هر گونه اقدام جنگی علیه ایران با پاسخی متناسب و قاطع روبرو خواهد شد. همزمان و پس از حملات ساعاتی بعد بحرین حملات موشکی ایران را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت خود و کویت دانست. منامه هشدار داد که ادامه چنین اقداماتی میتواند ثبات و امنیت خلیج فارس را با تهدیدی جدی مواجه کند. عربستان سعودی هم با صدور بیانیه‌ای در کنار بحرین و کویت ایستاد و حملات موشکی به دو کشور عربی را به شدت محکوم کرد. ریاض این حملات را اقدامی خطرناک علیه امنیت منطقه توصیف کرد و بر لزوم مقابله جمعی با تهدیدهای امنیتی در خلیج فارس تأکید نمود. در همین حال سپاه پاسداران همین دقایق پیش در بیانیه‌ای هشدار داده که اگر آنچه تکرار شرارت‌های امریکا خوانده می‌شود ادامه یابد، جمهوری اسلامی گزینه بستن کامل تنگه هرمز و گسترش دامنه درگیری را روی میز خود خواهد داشت. اما همین لحظه ارتباط مستقیمی داریم با آریان شریفی، تحلیلگر امور بین الملل از ایالات متحده امریکا، و همچنین سید بلال فاطمی، کارشناس مسائل سیاسی از لندن. اجازه بدهید آقایان که با شما شروع کنیم. جناب شریفی، آیا حملات پیاپی ایران به کشورهای عربی میتواند بالاخره رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را متحد کند تا احتمالاً ما در سالهای بعد یا احتمالاً ماههای بعد اگر حملات ایران ادامه داشته باشد شاهد قوای متحد مانند ناتوی عربی باشیم؟ با عرض سلام، باید خدمت شما عرض بکنم که ایجاد یک ناتوی عربی به گونه کلاسیک فکر کنم که مشکل خواهد بود، حداقل در این آینده نزدیک. دلیلی که کشورهای مختلف خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردن این هست که اینا همه نگرانی های مشترک امنیتی در قبال ایران دارن، خصوصا در جریان این جنگ و جنجال جاریه که بین ایران و امریکا جریان داره. لذا این نگرانی های مشترک است که باعث این می شود که کشورها تقریبا با یک صدا حملات جمهوری اسلامی را محکوم بکنن. این قابل درک است، ولی این که فکر بکنیم که حداقل در آینده قابل پیش بینی کشورهای خلیج فارس می روند به طرف ایجاد یک ائتلاف جدی نظامی مانند ناتو، فکر کنم بسیار زیاد مشکل خواهد بود. اولا خب ما قضایای تاریخی در این مورد داریم که عموما همه به ناکامی انجامیده. از تلاش‌های جمال عبدالناصر در دهه 60 میلادی تا بعداً تلاش‌های حزب بعث بر رهبری صدام حسین در عراق برای ایجاد یک به اصطلاح ائتلاف‌های پن عربیک که برش میگفتن که تقریبا همه به ناکامی انجامید، تا وضعیت فعلی که در نظر بگیریم به این معنی که عموم کشورهای عربی خلیج فارس اولویت های مختلف و متفاوت امنیتی دارند که در قبال وضعیت کنونی ایران نگرانی های مشترک دارند، اما در کل اولویت های امنیتیشان تفاوت داره. مثلا اولویت امنیتی عربستان سعودی با قطر، با بحرین، با امارات تفاوت‌های بسیار زیاده داره. روابط کشورها با قدرت‌های بزرگتر جهانی به شمول ایالات متحده متفاوت است. لذا اگر اینطور فکر بکنیم که جنگ فعلی منجر به این می‌شود که کشورهای عربی خلیج فارس بروند به طرف ساختن یک ائتلاف جدی نظامی به گونه کلاسیکش، فکر کنم که احتمالش محدود خواهد بود. ولی همزمان حالتی که به وجود آمده در منطقه بدون شک نگرانی های مشترک امنیتی را در قبال ایران و حتی سایر قدرت ها بین کشورهای عربی خلیج فارس به وجود آورده و فکر میکنم که میتونه منجر شود بدون شک به همکاری های هرچی بیشتر امنیتی بین کشورها، مثلا تبادل اطلاعات، همکاری در قسمت تکنیک نظامی، همکاری در قسمت ساختن یا تو خرید سامانه های مشترک برای دفاع راکتی و سایر جوانب همکاری نظامی امکان داره. ولی من فکر کنم که ایجاد یک ائتلاف جدی به
تعریف کلاسیک ائتلاف‌های نظامی بین کشورهای عربی خلیج فارس حداقل در این آینده قابل پیش بینی احتمالش شاید بسیار کم باشه. بسیار خوب. اما جناب فاطمی، آیا یک اشتباه محاسباتی از جمله همین حملاتی که در این شب و روزها جسته و گریخته دو طرف و یکدیگر انجام میدهند میتواند یک جنگ دیگر را در منطقه رقم بزند، یک جنگ بسیار گسترده تر از چیزی که در گذشته میان ایران و امریکا بود؟ ترامپ گفته بود که اگر یک سرباز امریکایی کشته شود ایران نابود خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بیننده های سرویس خبری شما. خب این پرسش شما دو بخش داره. یکی بخش ازی که اگر آتش بس برقرار است و همچنان در حالت شکست است، و دومی است که اگر کسی کشته شود جنگ به حساب فراتر میشه و گسترده‌تر میشه. این با هم ربط داره و همچنان در عین ربط بی ربط و بی معنی هم است. مثلا ما شما میبینیم با این اعلانی که شده که هم آتش بس موجود است و هم حمله صورت میگیره، این خودش یکی از ورشکستگی های نرم ها و رسومات بین المللی است. ما شما میبینیم که روند زندگی بشری است که در زمانی که قانون وجود نداشت یک رسومات و عاداتی وجود داشت. او رسومات و عاداتی بود که وقتی که فرضاً آتش بس صورت میگرفت، سر آتش بس در وقت آتش بس حمله صورت نمی گرفت، یا فرضاً که وقتی که مذاکره صورت می گرفت بالای مذاکره چی حمله صورت نمی گرفت. ما شما می بینیم این نرم های بشری را مشکنانن و قصدن مشکنانن و این کار کی میکنه؟ اسرائیل میکنه. اسرائیل میخواد که تمام نرم های و قواعد بین المللی که بشر به او احترام داره او زیر پاش و پامال شو و بی معنا شو، اعتماد ها از بین بره. مثلا نمیل ایران اعتماد نمیکنه بالای امریکا. از خاطر چی؟ میگه که ما با مذاکره اگر بریم شما دوباره حمله میکنین. بنان یک اعتماد شکسته. حالی دارن یک اعتماد دیگر مشکنن. او اعتمادی است که آتش بس وقتی که اعلان میشد آتش بس است، مردم میتونست کارهای خدا و این آتش بس تنها در اینجا نشکستندن. شما دیدین روسیه آتش بس اعلان کرد به تاریخ 8 و 9 می برای اوکراین و اوکراین حمله کرد و او را شکستند، چون خود زلنسکی هم پیرو مکتب نتانیاهو است و هر دو در یک قالب کار میکنن. در اینجا نتانیاهو میبینن که این نرم ها را مشکنانه. میگه در دیروز اسرائیل کاتس میگه که ما با لبنان معاهده کردیم، به حساب آتش بس اعلان شده، اما ما با جنگ خود و به حملات خودم ادامه میدیم. چی معنا داره؟ به کدام مفهوم است که آتش بس شده مگر ما باید عملیات خود ادامه میدیم؟ بنان آتش بسی وجود نداره. و این همی چیزی است که با خود تحلیلگرای سیاسی جهان غرب اگر ببینید اونا میگن که اینا نرم ها و امو چیز کودهایی را که بشر به او اعتماد داشت او را مشکنانن، او را از بین بردن. در بین وقتی که آتش بس اعلان شده اینا حمله میکنن و مردم هم میکشن. به این نقطه که اگر فرضاً حمله شوه و کسی کشته شوه، یعنی امریکا چی خواهد کرد؟ کشته وقت کشته شده. شما دیدین یک کشتی امریکایی دیروز به طرف تنگه هرمز در حرکت بود، ایرانی ها اخطار دادن و ایستاد، متوقف نشد، ادامه داد به هر پیش قدمی خود. ایران مجبور شد راکت زد و ایران میگه که کشتی به راکت خورده، اما امریکا میگه که نه، به راکت نخورده اما عقب نشینی کرده. به هر صورت عقب نشینی کرده و این ممکن که وقتی که کشتی راکت میخوره حتما یک نفر دو نفر زخمی یا کشته میشه، امکانی نداره. یا فرضاً در عین حال امی عملیاتی را که امریکا بالای قشم و خارج انجام دادن که کنترل سنترهای ایران زدن، ایران بالای پایگاه نظامی در کویت حمله کرد، خود به خود اینا اینجا نفر زدن کشتن، اونا اونجا زدن. بنان افراد خود وقت کشته شده در بین از اینا. او نورم و نمو یک به حساب یک خط سرخ و قرمزی که در بین او خط قرمز چی وقت شکسته. بنان ای که میگن که اگه اینطور شد باز ما حمله میکنیم، این گلگی بهانه ها است. خودشان میبینن که از یک طرف آتش بس اعلان میکنن، از طرف دیگه مشکنانن. در وقت که آتش بس مشکنه حتما افراد دو زخمی میشن، کشته میشن. آیا امریکایا و اسرائیل چیز کرده میتونن؟ اینمی که اینا از دست و پاچگی تمام نرم ها را مشکنانن، معنای ازی است که اینا شکست فاحش خوردن، راست پیششان گم است، نمیدانن از کدام را ایران را به این وادار کنن که بالای میز مذاکره بیای و بیشینه و حرفها را قبول کنه و این امکان پذیر نیست. از همین بابت حمله میکنن
خطر متوجه میکنن، پس اعلان میکنن که آتش بس است. یعنی شکست خوردگی هستن، یعنی راه دیگر جز از این ندارن که حمله کنن و باقی برن. اگر توان حمله همه شمول و همه جانبه را می داشتن، اینا حتما حمله کامل انجام میدادن، چون امریکا و اسرائیل در این توانایی نیست و در مقابل ایران توانایی کامل داره و میتونه از خود دفاع کنه. چرا که ما شما دیدیم همین که دیروز کشتی پیش آمد اینا میزایل زدن، نشان دادن که ما دفاع هوایی ما و قوای بحری ما آماده است. متوجه باشین که این طرف آمده نمیتونین. یا فرضاً که اونا آمدن قشم و خارگ زدن، اینا رفتن دوباره حمله کردن و زدن، نشان میده که ما هستیم، ما دفاع خود داریم. و این که فرضاً محسن رضایی و یا قالیباف اینا اعلان کردن که در صورتی که در تنگه هرمز بالای ما فشار بیشتر شوه، ما ممکن که باب المندب هم بند کنیم، مدیترانه هم زیر فشار بگیریم و بحر هند همچنان. این خودش نشان میده که ایران توانایی را داره و از این توانایی خود استفاده میکنه و جلوی از اینا را میگیره تا اینا با میز مذاکره صادقانه بیاین و به یک نتیجه ملموس برسن. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از شما آقایان آریان شریفی، تحلیلگر امور بین الملل از ایالات متحده ای آمریکا، و سعید بلال فاطمی، کارشناس مسائل سیاسی از لندن. اما همین لحظه ارتباط مستقیمی داریم با عبدالفتاح احمدزی، خبرنگار کاکتوس نیوز در اسلام آباد پاکستان. فتاح سلام و وقتت بخیر. خودت دنبال کردی حملاتی که از 1 بامداد به وقت محلی میان ایالات متحده آمریکا و ایران انجام شد و کلید خورد. وضعیت از چه قرار است؟ دو طرف یکدیگر را متهم میکنند که آتش بس را نقض کردند. بله مختار، من هم سلام دارم برای خودت و به تمام بیننده ها. در حالی که تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر به گونه کم سابقه بالا گرفته، هر دو طرف حملات مستقیم بر یکدیگر را انجام دادند. اما در کنار این درگیری ها اختلاف جدی بر سر میزان خسارات و روایت واقعی میدان هم به چشم میخوره. بر اساس گزارش رسانه‌های بین المللی، آمریکا در چند روز گذشته به صبح امروز شنبه چندین حمله هوایی بر اهداف ایران انجام داده، به خصوص در مناطق گورک و جزیره قشم، جایی که به گفته واشنگتن مراکز راداری، سیستم‌های دفاع هوایی و ایستگاه‌های کنترل طیاره‌های بی سرنشین هدف قرار گرفته. امریکا میگه این حملات بعد از آن انجام شد که ایران یک طیاره بی سرنشین آمریکایی را سرنگون کرد و چندین پهپاد را به سمت مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز فرستاده. مقام‌های آمریکایی در این مورد میگویند این عملیات ها دفاعی بوده و هدف آن جلوگیری از تهدید علیه کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز است. اما روایت جمهوری اسلامی ایران کاملا متفاوت است. رسانه‌های ایرانی و همچنان الجزیره به نقل از مقام‌های تهران گزارش دادند که این حملات نقض آشکار آتش بس و ادامه فشار نظامی آمریکا است، نه اقدام دفاعی. آمریکا با حمله به تأسیسات داخل خاک این کشور عملاً مسیر دیپلماسی را تخریب کرده و مسئول پیامدهای آن خواهد بود. در پاسخ به این کار امریکا، نظامیان ایرانی نیز بیکار نماندند. بر اساس گزارش رویترز و العربیه، ایران چندین راکت بالستیک و طیاره‌های بی سرنشین را به سمت اهداف در منطقه شلیک کردند، از جمله مناطقی که حضور نظامی امریکا در آن مطرح است، مثل خلیج و برخی نقاط نزدیک به پایگاه‌های امریکایی در بحرین و کویت. منابع امریکایی در این مورد چنین میگن: چندین راکت ایرانی به سمت پایگاه‌های منطقه شلیک شد، اما بیشتر آنها توسط سیستم‌های دفاعی رهگیری شده است. اما مختار، جمهوری اسلامی ایران روایت دیگر از این گفته‌های مقامات آمریکایی دارند. این حملات دقیق بوده و به اهداف مورد نظر اصابت کرده و آن را پاسخ مستقیم به تجاوز آمریکا عنوان می‌کنیم. اما مهمترین بخش موضوع خسارات است. روایت ها با هم بسیار زیاد فرق دارند. بر اساس گزارش رویترز و منابع امریکایی، هیچ تلفات جانی در نیروهای امریکایی گزارش نشده. خسارات به حداقل توصیف شده. اکثر راکت ها رهگیری شدند. اما بر اساس گزارش رسانه های ایرانی، حملات ایران مؤثر بوده، به برخی تأسیسات نظامی آسیب رسانده شده، اما جزئیات دقیق تلفات یا خسارات به صورت رسمی نشر نشده. در همین حال گزارش
گزارش‌های از الجزیره و برخی منابع مستقل اشاره میکنه که هنوز هیچ آمار تایید شده و مشترک از تلفات وجود نداره. اطلاعات موجود ضد و نقیض است. هر دو طرف تلاش میکنن خسارات خود را کم و خسارات طرف مقابل را بسیار زیاد نشان بده. در میدان نشانه‌های میگن که حملات امریکا بیشتر روی تأسیسات تکنیکی رادار، دفاع هوایی، کنترل پهپاد متمرکز بوده. ایران بیشتر از راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بی‌شرسین استفاده کرده. تنگه هرمز به یک نقطه بسیار حساس تبدیل شده. در این حال هر دو طرف تلاش میکنن جنگ را کنترل شده نگه داشته باشند. یعنی حمله میکنن اما نمیخواهند درگیری به جنگ تمام عیار تبدیل شود. با وجود درگیری ها مذاکرات هنوز کاملا متوقف نشده. میانجیگری ها به خصوص از مسیر کشورهای مثل پاکستان و قطر ادامه داره، اما این حملات تازه نشان میده که فاصله میان جنگ و صلح هنوز بسیار کم است. منابع دیپلماتیک در این مورد چنین اظهار نظر میکنند. همزمان با تبادل آتش، تماس‌های غیر مستقیم برای جلوگیری از گسترش جنگ همچنان ادامه دارد. در مجموع مختاران چی در حال حاضر دیده میشه که امریکا میگه در حال دفاع از منافع خود و امنیت منطقه است. ایران میگه هدف حمله قرار گرفته و در حال پاسخ دادن است. هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم میسازه و مهمتر از همه هیچ تصویر واضح و مشترک از میزان واقعی خسارات هنوز وجود نداره. جنگ جریان داره اما حقیقت کامل میدان هنوز در میان روایت‌های متضاد پنهان مانده است. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از تو عبدالفتاح احمدزی، خبرنگار کاکتوس نیوز در اسلام آباد پاکستان. اما ریاست امر به معروف و نهی عن المنکر گروه طالبان در هرات امروز با صدور دستور تازه‌ای از مردان خواسته است مانع حضور زنان خانواده خود در اماکن عمومی بدون پوشش مورد تایید طالبان شوند. در این دستور هشدار داده شده که زنانی که با چهره آشکار، پوشش تنگ یا همراه با آرایش در سطح شهر دیده شوند از سوی محتسبان امر به معروف بازداشت خواهند شد. این دستور در شرایطی صادر شده که باشندگان هرات از آغاز موج تازه‌ای از بازداشت زنان به بهانه رعایت نکردن حجاب خبر می‌دهند. شماری از شهروندان هرات به کاکتوس نیوز امروز گفتند که نیروهای امر به معروف و نهی عن المنکر گروه طالبان در روزهای اخیر در بخشایی از شهر اقدام به بازداشت 20 زن به همین اتهام کردند. این اقدام تازه طالبان در حالی انجام می شود که نهادهای حقوق بشری بارها سیاستهای این گروه علیه زنان را مصداق محدودیت سیستماتیک آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان افغانستان دانستند. این گروه طالبان هر روز در حال وضع کردن قوانین جدیدی است که تعبیرشان این است که برای حفظ نظام اسلامی این کار انجام میدهند، اما تقریبا میشه گفت که متفق القول علمای جهان اسلام میگویند که قوانین حکومت طالبان هیچ جایی در دین مبین اسلام ندارد. از شما بیننده های گرامی سپاسگزار هستم که امروز کاکتوس نیوز را دنبال کردید. از عبدالفتاح احمدزی در اسلام آباد پاکستان.